گیاهان مقدار زیادی از حشرات، حلزونها و کرم‌ها نیز به وجود آمده بودند که شکار حیواناتی می‌شدند که گوشتخوار بودند. در دورانی که ماهی‌ها فقط مدت کوتاهی می‌توانستند در خشکی زنده بمانند، ذی‌حیاتین خشکی را در اختیار خود گرفتند. این دوران شکوفایی آنها بود. در تقریباً 200 میلیون سال پیش این خزندگان کند سردخون خود را با رقیب جدیدی که وارد صحنه شده بود روبرو دیدند. موجوداتی هوشمند و سریع که تقریباً در تمام سیاره ما پخش شده بودند. اینها دایناسورها بودند. در آغاز فقط چند نوع از این جانور موجود بود، اما به زودی تنوع زیادی از انواع دایناسورها در روی زمین به وجود می آیند. سطح خشکی در آن زمان تنها از یک قاره عظیم افسانه‌ای به نام پانگئا تشکیل می شد. سپس در طول میلیون ها سال بخش‌های مختلف آن از هم جدا شدند و دور می‌شوند. دایناسورها به طور انفجارآمیزی در تمام زمین پخش و تکثیر می‌شوند و تمام محیط زندگی را فتح می‌کنند. آنها در طول 150 میلیون سال بر روی زمین، در آب و در آسمان به حکمروایان دوران اولیه تبدیل می‌شوند. اما بعد در 65 میلیون سال پیش یک شبه نسلشان پاک می شود. شاید علت در اعماق فضا بوده. امروز حد زده می شود که در 65 میلیون سال پیش یک سنگ آسمانی عظیم به آسمون اصابت کرد و این برای این غول پیکران و بسیاری از انواع دیگر نتایج خانمان براندازی داشت. به نظر می رسد آنها با این ضربه مهلک وجودشان برای همیشه روی زمین پاک می شود. در شبه جزیره یوکاتان در مکزیک حفره عظیمی کشف شد و با آزمایش سنگ‌های آن ثابت شد که این حفره از اصابت یک سنگ آسمانی تقریباً مربوط به همان زمان به وجود آمده است. آیا کلید پایان کار دایناسورها در اینجا قرار دارد؟ به هر حال نتیجه آن اصابت ریزش باران عظیمی از آتش و بالا رفتن شدید گرمای اتمسفر زمین بود. غبار و بخار آبی که همزمان به هوا متساعد میشد زمین را به یک زمستان طولانی تاریک فرو برد. ابتدا گیاهان مردند و همراه با آنها گیاهخواران و بالاخره گوشتخواران عظیم الجثه. فقط انواعی از حیوانات کوچک از این فاجعه جهانی جان سالم به در بردند. هیچ دایناسوری از این فاجعه جان به در نبرد. جان ستواسکی دیرینه‌شناسی از دانشگاه شیکاگو این سوال را مطرح می کند که آیا حیات در روی زمین تنها یک بار توسط سنگ‌های آسمانی مورد تهدید قرار گرفتند؟ او لیستی از تمام حیواناتی که در 250 میلیون سال پیش از بین رفته بودند را تهیه کرد. در رأس این منحنی یک سری کامل از مرگ‌های جمعی گسترده و کوچکتر را نشان می‌دهد. اما مهمتر این که کشف می‌کند که این انواع تقریباً در سیکل دوران‌های معینی از بین رفتند، هر 26 میلیون سال یک بار. ستوفسکی و همکارش دیوید رابک دیگر این را انتظار نداشتند. Diese Massensterben traten anscheinend ganz regelmäßig auf. ما فکر می‌کردیم این حتما یک امر اتفاقی استاتیکی است. ما چطور می‌توانستیم این را بازرسی کنیم؟ هر کدام از این اتفاقات به تنهایی قابل بررسی نیستند. اینها بخشی از یک مجموعه وسیع‌تر هستند. برای درک این موضوع باید نه فقط یکی از مرگ‌های جمعی بلکه تمامی آنها را مورد تحقیق قرار بدهیم. نمی‌توانیم به بیوسفر به عنوان یک سیستم نگاه نکنیم که تاریخی مستقل از زمین و تمام منظومه شمسی دارد. اگر می‌خواهیم تاریخ حیات را بفهمیم باید تاریخ تمامی منظومه شمسی را بررسی کنیم. Wenn wir die Geschichte des Lebens verstehen wollen,
müssen wir auch die Geschichte des gesamten Sonnensystems kennen. آیا ما در سیاره‌ای زندگی می‌کنیم که هر 26 میلیون سال یک بار توسط گلوله‌های کهکشانی تهدید می‌شود؟ اگر محققین دیگر در این نظریه شک داشته باشند و فاجعه‌های محیط زیستی و بیماری‌ها و کمبود مواد غذایی را علت مرگ دایناسورها بدانند، اما در یک مسئله متفق القولند، با آن اینکه دایناسورها تنها یک نوع مستقیم از خود به جای گذاشتند، آن نوعی که رفته رفته به آسمان‌ها پرواز کرد، پرندگان. اما از بین رفتن دایناسورها برای دسته دیگری از حیوانات که در سایه خزندگان بزرگ میزیسته امکانات غیر مترقبی را فراهم می‌کند. میلیون‌ها سال بعد دوران پستانداران فرا می‌رسد. اینها در ابتدا فقط حیوانات کوچکی بودند که در اوقات نیمه تاریک روز فعال می‌شدند. مثلا این جانور با پاهای عقب بلند که مثل یک کانگارو با جهش حرکت نمی‌کرد، قدم برمی‌داشت. او فرز، سریع و هوشمند بود. اینجا سنگواره سلف جوجه تیغی امروز را می‌بینیم. ساخت استخوان کاسه سر نشان از بافت کلفت با جریان خون خوب دارد. بنابراین روی پیشانیش نوعی قده یا سپر سبز می‌شده. پستانداران در طول میلیون‌ها سال در تمام زمین پخش می‌شوند. آنها یا به عنوان خفاش آسمان را فتح کردند و یا به عنوان دلفین و نهنگ به درون آبها بازگشتند. اما بعد در 5 میلیون سال پیش یک رویداد تعیین کننده در تاریخ حیات به وقوع می‌پیوندد. باید حدود 5 میلیون سال پیش بوده باشد که در یک نقطه در آفریقا چندین درختزی که از بستگان مستقیم پیشینیان شامپانزه‌های امروزی بودند مسکن خود در بالای درختها را ترک و به صحراها قدم می‌گذارند. اینجاست که خط تکامل انسان آغاز می‌شود. این تحول دورانساز در جایی در گودال‌های صخره‌ای در شرق آفریقا اتفاق افتاده است. شاید علت آن تحولات جغرافیایی و آب و هوایی بوده. در اینجا انسان میمون‌ها زندگی می‌کردند که تا به امروز شناخت دقیقی از آنها نداریم. اما قدر مسلم آنها نیای گوریل‌ها، شامپانزه‌ها و همینطور ما انسان‌های امروزی بودند. ما پیشینیان خود در حدود 3 میلیون سال پیش را آسترالوپیتیکاس یا میمون جنوب می‌نامیم. Den Südaffen. Danach beginnt Homo habilis. بعد از آن دوران هومو هابیلیس های ماهر آغاز می شود و بعد هم هومو اریکتوس هایی که بر روی دو پا راه می رفتند از راه می رسند. در 130,000 سال پیش در اروپاست که دوران انسان نیاندرتال آغاز می شود. به اعتباری در آخرین میلیمترهای نمودار زمانی ما، یعنی از این نقطه به بعد است که جای پای انسانهای اولیه هرچه بیشتر روشن‌تر دیده می شود. اندازه جثه و حجم مغز نیاندرتال ها نسبت به زمان هومو اریکتوس بزرگتر شده است. انسان نیاندرتال عصر گرمای ما قبل عصر یخ را با موفقیت پشت سر می گذارد. آشنایی انسان با آتش به حداقل 5 میلیون سال قبل برمیگردد. ابزار شکار ساده اما مناسب است. ابزارها را از سنگ آتش می ساختند. حجم مغز انسان نیاندرتال کمی از انسان امروزی بزرگتر بوده. دلیل این ویژگی را دقیقاً نمی‌دانیم. شاید علت این بوده که عضلات بدن او نسبت به توانایی‌های ذهنیش بیشتر رشد داشتند. در آفریقا سیر تکامل از هومو اریکتوس به انسان مدرن ادامه می‌یابد. آنها در یک موج دوم پخش شدن زمین را این بار به عنوان هومو ساپینس ساپینس تسخیر می‌کنند. تا آخرین عصر یخ آنها تا استرالیا و آمریکا پخش می‌شوند. ظهور این انسان در اروپا به حدود 30,000 سال پیش برمی‌گردد.
Warum der علت از بین رفتن انسان‌های نیاندرتال هنوز روشن نیست. شاید علت بیماری بوده باشد، شاید هم خیلی ساده نسل آنها به وسیله هومو ساپینس ها منقرض شده باشند. به هر حال هنوز سوالات پاسخ نگرفته زیادند. nach der بعد از عصر یخ آب و هوای بدی حاکم می شود، اما وجود یک دنیا حیوانات مختلف امکان غذایی کافی در اختیار می گذارد. حالا دیگر انسانی که از تنگنای برآوردن نیازمندی های اولیه‌اش رها شده شروع می کند به فکر و سوال کردن. انسان اولیه با مخلوط کردن خاکستر، خون